بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الانشقاق مکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. الله متعال انشقاق یا شق شدن و پاره شدن آسمان را بیان میکنه که روز قیامت روز بسیار هولناک است. از این روز قیامت بترسین. چرا ایمان با آخرت منفعتش چی است؟ کسی که ایمان با آخرت داشته باشه این تقوا حاصل میکنه. کسی که ایمان با آخرت داشته باشه، مثلا اگه سوال بر شما آمد که منفعت های ایمان با آخرت چیست، شما میگین منفعت ایمان با آخرتی است که کسی که ایمان با آخرت داشته باشه آمادگی با آخرت میگیره. دو، قلبش به دنیا بسیار وابسته نمی باشه. سه، زندگی دنیای خود با زندگی آخرت مقایسه میکنه، میبینه که منفعت زیاد در کجا هست. چهار، از دوزخ و از عذابهای آخرت ترسیدن مانع گناهها و جرم میشه. پنج، انسانی که با آخرت حقیقتا ایمان داره ای به یک مجرم مبدل نمیشه، چرا ترس الهی مانع جرم ازی میشه. شش، انسان مؤمن از سختی های دنیا و مصیبت های دنیا رنج نمیبره، بلکه میفهمه که ای چی هسته؟ هر رنجی که در دنیا هست در مقابلش الله ذات جبار است، ایره جبران میکنه در آخرت. پنج، انسانی که با آخرت ایمان داره میفهمه که حیات زندگی اصلی آخرت است، این دنیا نیست. یا لیتنی قدمت لحیاتی، باز کافران میگن. این حال کسی که ایمان با آخرت داره میفهمه که حیات حقیقی در آخرت است. دیگه کسی که ایمان با آخرت داره از مرگ نمیترسه. دیگه کسی که ایمان با آخرت داره همیشه آماده مردن میباشه. دیگه کسی که ایمان با آخرت داره شهادت یک مقام فکر میکنه و جهاد یک منزلت فکر میکنه. دیگه کسی که ایمان با آخرت داره ولا با دوستای الله میکنه و براءت از دشمنای الله میکنه. این منافع چی است؟ منافع ایمان با آخرت است. از این خاطر الله متعال در این سوره ها زیاد، سوره های مکی که در اول آمده بود، چون مشرکین زیاد بودن در مکه، کسایی که مخالفین بودن، منکرین بودن، زیاد الله متعال برای زنا چی میکنه؟ اما قیامت و سختی های قیامت و عذاب قیامت و وقوع حتمی قیامت با قسم های متعدد الله متعال بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. وقتی که این آسمان بزرگ قوی شق کرده شود. و اذنت. این کار چرا میکنه؟ آسمان چرا شق میشه؟ به خاطر از اینکه قبول میکند، اطاعت میکند لربها، به پروردگارش، و حقت، و ای حق بود و لازم کرده شده بود که ای به حکم الله تسلیم شود. و اذا الارض، و هنگامی که زمین مدت هموار کرده می شود، تمام کوه ها و این چیزا از بین میره، زمین مثل یک فرش عادی میشه. و القت ما فیها و تخلت، و حلقت، و می انداز زمین ما فیها، آنچه که در بین ازی هست، انسان ها هست، معادن است، هر چی که در شکم زمین است کلش بیرون میپرده. و تخلت، و داخل زمین چی میشه؟ خالی میشه، هیچ یک ذره هم در داخل خود نمیمانه، کلش میکشه بر ازی که محاسبه قیامت شود. و اذنت لربها. چرا این کار میکنه؟ میگه به حکم پروردگار خدا چی کرد؟ قبول کرد. و حقت، و حق و لازم هم بالا ازی بود که حکم الله را قبول بکنه. یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح، تو بسیار سعی و تلاش میکنی الی ربک، به سوی پروردگارت، کدحا، در عمل کردن مشقت، زیاد سعی و تلاش میکنی با بسیار مشقت. فملاقیه، پس الله را ملاقات میکنی. حال وقتی که الله را ملاقات میکنیم مردم تقسیم میشه به چی؟ به طبقات مختلف. اما من اوتی، هر کسی که داده شد بر از او کتابه، دفتر اعمالش، به یمینه، به دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اینجا حساب رسول الله هم عرض ترجمه کرده. پس کسی که در روز قیامت برش عرض کرده شد در اعمالش، بازیر حساب یسیر میشه. یکی حساب است که محاسبه میشه که چرا کردی چرا نکردی. یکی است که حتی در حدیث شریف میگه
یک بنده مؤمن موحد الله برش نزدیک میشه و به اندازه میگه ایر زیر امو رحمت خود میگیره، برای میگه فلانی وقت فلان کار نکردی، فلانی وقت فلان کار نکردی، میگه بنده سرش خم میباشه و فکر میکنه که من خود تباه شده، میگه بله یا رب بله یا رب. باز الله متعال میگه امی قسم که در دنیا تو را رسوا نکردم بخشیدم، در آخرت هم تو را چی میکنم؟ میبخشم، تو رسوایت نمیکنم. چرا؟ بس الله حفظ بکنه از رسوایی روز قیامت. چرا ما شما بعضی اوقات گناهایی را میکنیم الله حفظ میکنه ما را رسوا نمیکنه؟ چرا اگر انسان رسوا شود بسیار ذلیل میشه. الله متعال وقتی که اینجا ام المؤمنین عایشه صدیقه مادر ما و شما از رسول الله صلی الله علیه و پرسان کرد، ما و شما یک مادر بسیار عالم داشتیم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بسیار عالم بود. من حسب عذب، کسی که حساب کرده شد عذاب میشه. باز وقتی که از پیش رسول الله صلی الله علیه و پرسان کرد باز گفت که نه، فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اینجا چی است؟ عرض است. برای یک عرض کوچک میشه، اعمال خدا میفهمه لکن الله رو چی میکنه؟ میبخشه. و ینقلب الی اهله مسرورا. باز میگه این بر میگرده به فامیل خود، خانواده خود، بسیار خوشحال می باشه. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما بر کسی که کتابش از پشت سرش داده شود. الله اینقدر سرش غضبناک است و ملائکه اینقدر غضبناک است، نمیخواد که روی چتل زیر ببینه، دفتر اعمالش از پشت سرش برش میته. میگه بگی فسوف یدعو ثبورا، پس این میخواهد ثبورا. چی رو میخواهن؟ هلاکت. کاش که من هلاک میشدم، میده و جزقی میبودم، هیچ من زنده نمیشدم. و یصلا سعیرا، و داخل میشود در جهنم. انه کان فی اهله مسرورا. ای در خانواده خود بسیار خوشحال بود. در خانواده بسیار خوشحالی خوب نیست. چی مانا بسیار خوشحالی؟ دختر خدا به نماز امر نمیکنه، دمی خانه است تو چی خوشحال میشه مردم؟ وقتی که خانم اولاد به نماز دعوت نکردی، به عبادت دعوت نکردی، بچه تا به دین دعوت نکردی، دختر تا به دین دعوت نکردی، کلگی خوشحال است، خنده است و چک چک است و تلویزیون است و رقص است و تمام روز محفل رفتن است. این حال وقتی که خانم تا گفتی نه دی مجلس نری که اینجا ساز است، دی مجلس نری که اینجا اختلاط است، دخترای تا منع کنی بگو اینجا نری که اینجا ناروا هست، لباس تا این قسم بپوش. بسیاری کسا در اهل خود به خاطر چی مسرور می باشه؟ که هیچ سختی در دنیا سرش نمیه. کت منافق جور آمده، کت کافر جور است، کت شراب خور جور است، امر بالمعروف نمیکنه، نهی عن المنکر نمیکنه، خلاص خوشحال است. الله متعال میگه که این شخص چی بود؟ انه کان فی اهله مسرورا. در خانه خود دیگه بسیار آرام و 24 ساعت خوشحال بود دیگه. تمام روز بخو خوک و ساتیری کو فیلم سایی کو چکر بزن، در مجالس برو، همیشه این عادت بود. انه ظن، ای گمان میکرد که ان لا یحور، که هیچ وقت رجوع نمیکنه. بلا ان ربه کان به بصیرا. بلا یقینا که رب تو کان به بصیرا، به بسیار عالم بود. که تو بسیار منافقت میکردی، تو که دشمنای الله بسیار دوستی میکردی، تمام روز فکر جمع دنیا بودی، امر بالمعروف نداشتی، نهی از منکر نداشتی، حکم الله را در فامیل تطبیق نمیکردی، از این خاطر تو راحت تمام رو ساتیری میکردی. الله متعال میگه فلا اقسم، جلا لام توکید است. عرب ها همین قسم میگه فلا والله سیصبح کذا. الله متعال میگه فلا، پس قسم است. الله متعال میگه اقسم بالشفق، قسم یاد میکنه الله متعال بالشفق. واللیل و ما وسق، و قسم از به شب، و ما وسق، و آنچه که شب او را جمع میکنه. والقمر، و قسم از به مهتاب. اذا اتسق، وقتی که خوب مکمل پوره شود. لترکبن طبقا عن طبق، شما حتما خواهید رسید طبقا عن طبق، از یک حال به حال دیگر. فما لهم، پس چی شده این مردم را لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. و اذا قرئ علیهم القرآن، وقتی که بر از اینا قرآن تلاوت میشه لا یسجدون، سجده نمی کنن. بل الذین کفروا، بلکه کسانی که کفر و کافر شدن، یکذبون، اینا چی میکنن؟ تکذیب میکنن. والله، و الله متعال اعلم، و بسیار عالم است، بما یوعون، به آنچه که اینا چی میکنن؟ پنهان میدارن. فبشرهم، پس اینا را بشارت بده به عذاب علیم، به عذاب دردناک. الا الذين، مگر کسانی را که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن، لهم اجر غیر ممنون، بر از اینا اجر است که بی نهایت.